و دیگر اولاد اجدادهایی که گذشتن خداوند و همگیشان رحمت و مغفرت بگرداند. باقی ماندار الله مهربان عمر دراز، ایمان کامل و خاتمه های بخیر نصیب بگرداند. حضرت جنونی میگفت ای مؤمنان روی به سوی احد کنید، امروز فکر توشه خوابی لحد کنید، فردا مگو که پیک اجل میرسد شتاب، این دم غنیمت است فدای سمر کنید. الله مهربان همه ما را توفیق دی، همه ما را ایمان هامون کامل گردانی، همه ما را فهم و درک بودی که در این چند روز از عمرمان اعمال های صالح را جمع کنیم و بعداً این دنیا را پدرود بگیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار آمین. یا الامر کی تفسیری قرطبی بیان میکنه که در کوثر 16 قول است، یعنی یک کوثر 16 نمود تفسیر کردن بزرگوی خدا. حسن بصری چی گفته است، مجاهد چی گفته است، ابن عباس چی گفته است، دیگر که همه رو شرحشون رو نمیگیم، وقت زیادی بعد میرن. خداوند گفت این اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر عطا کردیم ای محمد صلی الله علیه و سلم، خیر کثیر عطا کردیم. در دیگر حدیث روایت ابو داود و ترمذی و نسائی بیان میکنند که رسول خدا گفت کوثر نهر است فی الجنه، کوثر خود یک نهری هست در جنت. ما میگیم که حوض کوثر، پیامبر میگه نهر است در کوثر، حوضش در بیرون است. که بعضی انا سوالو میشه که همین کوثر در درون جنت یا در بیرون جنت. یک باری ایشون قاری یک شوخی کرده بود که یک دوملو را پرسیدن، بعد تن که همین حوض کوثر حضرت در درون جنت یا در بیرون، بعد تن که در بیرون جنت ہے، بعد تن حضرت توخی حدیث اومدگی که در درون جنت ہے، تا علاو تابوشه در درون جنت ہے. خدا رحمتش کنه. انا که پیغمبر میگه که نهرون فی الجنه، نهری در جنت هست، دت نوادان است که در همون میریزن، اما حوض در بیرون جنت هست. در بیرون جنت پیغمبر موعد گفتگیه که در بیرون جنت همون حوض با عدد همین ستاره های آسمان همون ظرف های هست که مردم از او آب می نوشن، فقط بعضی از قوم را فرشته ها نمیمونن از او آب. اکو آبی حوض کوثر چی گونه است؟ میگه ابیض من اللبن، از شیر ده سفیدتر او آب. ببین احلا من العسل، از عسل ده شیرین تر است، از شیر ده سفیدتر است، از برف ده میگه خنکتر است. اگر کسی که یک قطره هم که از او بنوشه ابدا دیگه او تشنه نمیشه. این برای کی است؟ برای مسلمان های واقعی، برای دوستای خدا. انا بعضی از امت ها پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که راه نمیتن در همجا ملائکه. پیامبر خدا در این باب میگه که بسیار ناراحت میشه که از امت های من اصلا اورانی بتنه از او. ملائکه میگه رسول الله تو نمیدونی که بعد سر تیو چی ها کردگیان، تو نمیدونی که بعد سری تو از دینشون بیدین شدگیان، از اسلام رو گردوندن، مرتد شدن، با پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنی کردن، رسول خدا را نمیخواستن. اینو همین تا قوم هستن و از همون چی از حوض کوثر از آبش محروم میشن. نعوذ بالله، خدا پناه بده، از همون آبش از محروم میشن. این از چی است که کوثر گفتم. اسباب نزولش میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه میگه در مسجد میگه نشسته بدین، پیامبر صلی الله علیه و سلم بین بیهشی و بین هوشیاری بود. میگه همین تا یک نمود بیهشی، یک نمود همین تا بیدار، میگه تا ایستادگی بود که یکی میگه رنگ خوب بود، بعد میگه سرش بالا کرد، میگه که متبسما، همین تا تبسم کرده، دهن پیامبر پر از تبسم خنده بود. بعد میگه صحابه پرسیدن که ما از حقک یا رسول الله، ای فرستاده خدا چی طرح با خنده آورده است این قدر وقتت خشه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد میره گفت که خداوند همین سوره را آنفا الحال بر ما فرستاد که این اعطیناک الکوثر، بعد رسیده که ما با تو کوثر عطا کردیم، خیر کثیر عطا کردیم.
خب دوام آیات خداوند میگه فصلی لربک وانحر. اگه وقتی که خیر کثیر، یک بگیم که خیر درجه عظیمی که خدا بر پیغمبر عطا کرده است، کوثر بر هیچ کس عطا نکرده است، در برابر یک مثلا مکافات عظیم با چی از یک مثلا چیزی در برابر یک کاری عظیم دیگر خدا وفرمود فصلی لربک وانحر. پس با شکرانه همه کوثری که به تو عطا کردیم خداوند میگه فصلی لربک، پس نماز بخوان در پیشگاه پروردگارت، وانحر و قربانی بکن. نماز قربانی. در بسیاری دیگر آیات ها الله ذوالجلال بیان میکنه اقیم الصلاة و آتوا الزکات، بپا دارید نماز را و بدهید زکات را. در این آیه الله ذوالجلال میگه که چی است؟ در پیشگاه پروردگار نماز با جا بیار و بعد چیکار کن؟ قربانی کن. انا که در این آیات ببین اول نماز اومده است بعد قربانی اومده است، یعنی اول نماز عید میخونیم و بعد قربانی میکنیم. مفسرها در اینجا اقوال خیلی هم گوناگون بیان کردگیم. بعضی گفتن که اینجا نماز بامداد خداوند در نظر داره که در رکعت فجر به جا بیار بعدی و قربانی کن. بعضی گفتن که نماز مکتوبه و نافله، بعضی گفتن که نماز همه عید به جا بیار بعد قربانی کن. بعضی دیگر گفتن که در رکعت نماز در مزدلفه برای حاجی ها هستن که از عرفات به مزدلفه میرن، در مزدلفه شو میستن، بامداد تاریک و تاریک میخونن و بازش از گشته میایم برای قربانگاه قربانی کردن. یعنی در رکعت در مزدلفه بکن بعد بیا در اینجا قربانی کن. خلاصه مفسرها خیلی در این باب اقوال مختلفه زیادی بیان کردگی است. فصلی لربک وانحر و نحر کن. اکنون نحر چی است؟ ما مثلا برای در کتاب ذبایح هم ذبح هست و هم نحر. مثلا گاو، گوسفند و بز و دیگر حیوانات فقط ذبح میکنیم، از همین مکش مثلا با کارد میبریم. اما شتره از مگن از سر سینه بریده میشود. شتر گردن درست که داره از سر سینهش او را بریده کلته کرده میشود. ایره میگن نحر. برای همین است که روزی دهم که روز عید است ایره میگن یوم النحر، روز نحر. در همین روز از سبب اونه که عرب زیادتر که شتر قربانی میکردن، برای همین چی میگن؟ روز نحر میگن، یوم نحر، روزی که در این روز شتر قربانی میکنن. فصلی لربک وانحر، عبادت پروردگار را به جا بیار بعدی قربانی بکن. اگه قربانی کردن در باب قربانی خیلی مثلا که در این باب انشالله که آگاهی داریم که حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم تاریخشون چگونه کردن، چگونه بود، چگونه خواست که قربانیش کنن. یه را که ببین حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام فرزند شبورد برای قربانی کردن. ولی برای ما و شما چی هست که فقط یک بز یا یک گوسفند یا گاو یا شتر قربانی میکنیم، حیوان قربانی میکنیم، نه فرزند نه آدم. ببین این چی بود؟ امتحان الله ذوالجلال بود برای خلیلی ابراهیم، که حضرت ابراهیم خلیل الله هست. خلیل به معنای دوست، دوستی الله هست. هر چی که الله ذوالجلال بیان میکند حضرت ابراهیم به جا میبرد. یکی از عادتهای خلیل خدا همین بود که در تمام حیاتش تنها در خانه نون نخورده بود، حتما مهمان قطعی میخورد. کسی نمیاد در بیرون میومد یک کسی میگرفت میورد همراه هم میخورد، تنها نمیخورد. در راه خدا هم تشریف بود، صرف میکرد، خرج میکرد، دوستی خدا بود، خلیل خدا بود. اینه میگن خلیل الله. یک مراتب میگه حضرت جبرائیل علیه السلام برای سنجش اومد، برای سنجش اومد. بعد در مسجد حضرت ابراهیم در مراقبه در ذکر خدا بود که حضرت جبرائیل بعد در درون مسجد رو اومد و بعد گفت الله اکبر. حضرت ابراهیم هم تا یک هش بیدار شدم تا بعد گفت که یه شخص نگه نکرده، هر کسی هستی یک بار دیگه نام دوستی مرا به جا بیار بگید نصف مال ما میتمد. حضرت جبرائیل الله اکبر گفت، بعد گفت که یه شخص گفت یک بار دیگه همین نام دوستی مرا بگید بلند کل مال ما میتمد. دیگه بار حضرت جبرائیل الله اکبر گفت، همه مال دنیا شدادش پا بیده.
بعد گو یک بار دیگه شخص نام دوستی مرا بگی، گو کلی مول تا که بخشیدی با من گرفتم اکا. چی داری دیگر بودی؟ گو یک چیزی دیگر دارم. گفت چی است؟ گفت جان مای. یک بار دیگه نام دوست ما بگی جان نمیتونم. ایده میگن خلیل خدا، خلیل الرحمن. هر چیزی که الله میگه خلیل بجا میاره. اما پیامبر ما و شما محمد صلی الله علیه وسلم حبیب الله هست. او خلیل الله هست، پیامبر ما حبیب الله هست. خلیل هر چی بگه بجا میارد. اما حبیب فرقیتش همی است که خداوند او را میپرسه که علم نشرح لک صدرک، آیا سینه ترا ما نکشودیم؟ ببین، یعنی در خورسالش پیامبر سینه شک شده بودن، دلش قلبش شوشته بودن، تو کرده بودن که قصه‌اش درست اومده گیری. ببین الله ذوالجلال از این میپرسه فرق خلیل از حبیب چقدر است. خب انا که قربانی کردن فصلی لربک وانحر، نماز بگذار در پیشگاه پروردگارت و نحر کن و قربانی کن. و قربانی البته که باید که عاشقانه باشه. قربانی همچنان که گفتیم همون چیزی که قربانی میکنه به عیب باشه، به نقصان باشه، به کمبودی باشه، البته که قیمت باشه، فربه باشه. و قربانی را فقیه ها بیان کردگیان که سه تقسیم میکنن. یک حصهش مثلا که ذخیره میمونه در خونش، یک حصه دیگه ش میتونن اونو آب کنه، مهمان میومدگی یا رفیقش میخره میره، یک حصه دیگه ش میتونه فقیرها تقسیم کنه. اگر به شرطی که اویله کلام باشه، مثلا خانه از دختر و پسر کیلو نبیره بسیار داره، هیچ شی یگان جونه تن میشه، خودشون میده کرده خورده رفته هم میگیرن دیگه. چند مدتی که ببره. آخری آیت در که آمدیم که ببین خداوند جل جلاله و پیامبر گفت و تو کوثر عطا کردیم، خیری کثیر عطا کردیم. فصلی لربک که در برابر نیکی پروردگارت چی؟ نماز بجا بیار و انحر قربانی بکن. نماز عبادت بدنی و قربانی عبادت مالی. عبادت مالی هم از عبادت بدنی ثوابش کمی نداره. همین زکات دادن هم ثوابش چی است که برابر نماز است. و شیخ سعدی میگه که قرآن خواندن از سر زبان است و مال دادن از میانه جان. این چستی و پولتی و مثلا که مالتی هم کاری آسان نیست. در ما الحمدلله تاجیکستان ثروتمند بسیار داریم، اما سخی بسیار نداریم. از بین ثروتمندای همین سخیایی که هستند از این ثروتمندا 100 برابر زیاد هستند، لیکن خدا نصیبشو نکرده است که همون خیر بکنن در مردم، در خلق خدا. خلق خدا را مدد کردن این چی است؟ و خدا نیکی خواستن از خدا و بنده را دوست می‌دارد. الناس عیال الله، همین خلق عیال پروردگار است. فریب مسلمان فریب خدا است. کسی که نفع به مسلمان میرسونه گویا که در عیال خداوند نفع رسونه. اینقدر اجر ثواب. منوره اومد یک سوداگر دید که بالای خیرماش ایتا روشنی میکنه بسیار تازه و پایانش ناتازه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فکر کرد که البته جا پاک کرده است برای بولی میکنن که سوداگر در بالا کلان میمونه رکلام ها در درون پایانش اومده چیده و بعد تنیم تا پوسیدگی و هرالش میکنه میتن. بعد پیامبر وقتی را دید گفت من غشانا فلیس منا، کسی که خیانتی در ما میکنه از ما نیست. کسی که خیانتی در مسلمانان میکنه پیامبر گفت از امت من نیست. برای سوداگرها باید احتیاط داشته باشن، در متر خیانت نکنن که متری رزینکه میدویدگی را بکشنش کم خریدارا بتن، خیانت نداشته باشن. در کیلو وزن خیانت نداشته باشن. برای 5 گرم و 10 گرم قطعی گور قیامت اونو نسوزونیم. برای 5 گرم و 10 گرم برای یک وجب متریال قطعی عذاب گور و عذاب آتش دوزخ به گردن نگیریم. پگه نیکی ها نماز روزه و حج کردگی ذکر کردگی عمل صالح تا حق هم مرده که خورده میگیره. اینا 1000 نفر اگر فریب کرده باشه 1000 نفر بیان از نمازش بگیرن، از روزش بگیرن، از زکاتش بگیرن، از حجش بگیرن، چی میمونه با او سوداگر؟ همه عمل صالحش میره تمام میشه میره و دوزخ. اگر به شرطی که با عمل صالح نداشته باشه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه
گناه های همو آدم ها را به مقداری خیانت کردگیش داری بار میکنن و به گناه میشن جنت میرن، گناه ها را داری بار میکنن، بعد از اون در دوزخ پرتافته میشود. همین مسئله را باید ایمان، وقتی که مسلمان هستیم ایمان داریم به خیانت نداشته باشیم در مسلمان. خب چی هست که قربانی باید که عاشقانه باشه. فصلی لربک وانحر. فصلی لربک تکمیل عبادتی چی هست که تکمیل عبادتی بدنی، نماز که بجا آوردی عبادتی بدنی کامل شد. و چی از وانحر قربانی کردن تکمیل عبادتی مالی، یعنی از مالت میبراری و در راه خدا قربانی میکنی. اگه اسلام ما ببین یک بزرگی داره که گوسفند میکشیم، گو شتره خودمون میخریم، زن و فرزندمون میخره، همسایه خیش تبار میخره، خدا را مینت میکنیم که ما یک گوسفند کشتم، ما یک شتر کشتم، یک گو کشتم. و از او گوشت پوست گو و گوسفند تو خداوند در چی لازم نیست. یگان ران یگان کیلو گوشت با بالا نمیره و ملائکه بگیرن بالا برن. نه، به خداوند چی فایده نیست، یا فایده به خودمونه. امتحان پروردگار است که همه بنده چی قدر غیرت دارن، چی قدر سخاوت دارن. همون چی از سخاوت میکردگی برای خود منفعیدش به خداوند نیست، فقط اجر پاداش امتحان خداوند استی. فصلی لربک وانحر. و آخر آیت الله ذوالجلال گفت این شانئک هو الابتر. شان به معنای بدکینه، آدم کینه‌توز، آدم دشمن، آدم غیبتچی، که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی فرزنداش از دنیا گذشتن بعضی از تفسیرها گفتن که قاسم فرزندش است، اما صحیح‌تر همین است که ابراهیم فرزندش اخیراً که 18 ماه بود در آغوش رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که جان به حق تسلیم کرد، بعداً پیامبر صلی الله علیه و سلم از قفاش دشمنا و کینه‌دارا و بدخواها هر چیز غیبت میکردن، کینه‌توزی میکردن. و در عرب عادت بود در جاهلیت که کسی اگر فرزندش میمرد و فرزند نمیداشت میگفتن او ابتر است. ابتر به معنای ناقص، به معنای دمبریده، یعنی از دم بیو قش دمبریده که دیگر کسی از نسلیو نمیمونه، نامیو نیست میشود. همین خیلی آدم ابتر میگفتن در جاهلیت عربا. بعد چیه که همون نفرایی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم همین تهمت‌ها را میگفتن، زنان عاص بن وائل بود. خب همین شخصیت بود که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم از قفا می سخنان را میگفتن. خب با دیگر نفرایی بودن که مثل عقبه بود، مثل کعب بن اشرف بود، یا از همه کعب بن اشرف یک یهودی بود. اینا چی از بدبختا بودن، از قفای پیامبر صلی الله علیه و سلم مذمت میکردن. و رسول اکرم شنیدن میگه پورا که گفتن نعوذ بالله بر پیامبر خدا گفتن این ابتر است، این دمبریده است، این ناقص است. بعدی دیگر کسی نیست که نامی او را بگه، دینی را مثلا پیش بره. الله ذوالجلال برای رد این دشمنان حبیب خودش گفت این شانئک هو الابتر. بدرستی که به حقیقت که کینه‌توزی تو، مبغضی که یا رسول الله که هو الابتر، بدبینی تو، کینه‌توزی تو، غیبتچی تو، او ابتر است، ناقص است، دنبریده است. ببین پیامبر صلی الله علیه و سلم تا این روزه کل جهان نامش میدونن، کافرها هم میدونن، مسلمانها هم میدونن، بت پرستها هم میدونن، از همه در زیاد با یهودی ها میدونن. حقانیت پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبری بر حق بدنش یهودی ها همین قدر خوب عیناً میدونن که خیلی که یک نفر بچه‌ش در بین 100 نفر میشناسه، یهودیان تو خوب میدونن. اما از دشمنی و بغض کینه و حسد دشمنی میکنن. اگر چنده که نصارا مثلا گمراهان بیچاره، یهود و نصارا و بت پرست، همه دنیا کافر و مسلمان، نام پیامبر صلی الله 1400 سال زیاد شد، همه در دنیا نام پیامبر رو میدونن. اما عاص بن وائل کی میدونه؟ کعب بن اشرف کی میدونه؟ عقبه کی میدونه؟ هیچ کس. فقط همین مصنفا در تاریخ نامشون آوردن، نامشون 1000 سال پیش گم و گور شدگی نیست، نابود شدگی.
در همین پیامبر صلی الله علیه وسلم خداوند به خاطر دلبرداریش همه چی از همین سوره مبارکه را فرستاد که پیامبر بسیار خوشنود شد، بسیار خرسند شد که حتی که با تبسم خنده قطعی گفت که آنفن الحال گفت الله ذوالجلال به می سوره را همین آیت بر ما فرستاد. این نشان یکه هو الابتر، مدرسه که کینتوزی تو دشمنی تو ابتر است و ناقص است دم بریده. از همین آیت معلوم می شود که هر کسی که دشمنی پیغمبر است، هر کسی که به پیغمبر کینه داره، هر کسی که پیغمبر خدا را دوست نمی داره، او ابتر و ناقص دم بریده است. اما محبای رسول الله صلی الله علیه وسلم ببین، بلال حبشی را ببین، حبشی بود، تاجیک نبود، از تاجیکستان نبود، تاجیکی نمیدونست. ببین حبشی بود، همین شخصیت محبت رسول الله را که داشت تا این روز کل دنیا را مسلمانش حضرت بلال رضی الله تعالی عنه میگه، همه دوستش میداره. به خاطر چی؟ به خاطر محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس تفسیر همین سوره مبارکه کوثر بود و انشاءالله که پگه روز عرفه است، از پگه انشاءالله تکبیر تشریق سر می شود و در روزی خب سه شنبه انشاءالله که نماز عید خوانده می شود، قربانی ها کرده می شود. در همین شب روز پگه را روزه گرفتن شه. فراموش نکنیم که روز عرفه را رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیان کرده است که یک ساله گناه گذشته و آینده بخشیده میشه. پگه را روزه بگیریم. کسی که خیلی کسل، بیمار، پیر، قدرت نداره، میلش اختیار داره. اما کسی که قدرت قوت داره، یک سال گناه گذشته و آینده بخشن، این اجر ما از کجا میابیم دیگه؟ پگه را روزه بگیریم انشاءالله که بسیار اجر ثوابی پاداشی بزرگ دارد. خداوند روحی مادر شاد بگردانه و قلبش کامل بگردانه، جنت جاودانی را نصیب روزیش بگردانه و الله ذوالجلال همه ما و شما را توفیق و هدایت، تن صحتی، سربلندی دنیا و آخرت نصیب روزی بگردانه.